این داستانی که الان میخوام براتون تعریف کنم کاملا یه داستان حقیقیه. برای من یکی این اتفاق نیفتاده، بلکه برای پدر. من این داستان رو از زبون خود پدرم شنیدم و قسم خدا رو خورد که یه حقیقت داره. یه شب پدرم برام تعریف کرد و به هم گفت قبل از این که من به دنیا بیام حال و اوضاع خوبی نداشتم، درآمد آنچنانی نداشتم و توی خونه خیلی 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 قدیمی نشسته بودن و اونم مستاجر بودن، خونه‌شون نبوده. میگفت شب اولی همه چی اوکی بوده، ولی اونقدر اون خونه قدیمی بوده موقعی که بارون میباریده از سقف بارون میومد پایین و کلی فرشاشون خیس و بو میگرفتن و میگفت چون که دیسک کمر و دستش فلج بوده هیچ جا بهش کار نمیدادن. مادرم همچنان هم خیلی ناراحت و افسرده و نگران بوده. قبل از اینکه من به دنیا بیام اون 4 تا خواهرام خیلی کوچیک بودن. پدرم الان 55 سالشه و قسم قرآن رو خورد. میگفت اون خونه‌ای که نشستیم یه درخت کنار خیلی بزرگی وسط خود حیاط بوده. میگفت من چیزی میدیدم که نه مادرت و نه خواهرات میدیدنش. پدرم میگفت که شبا تو حیاط سیگار میکشیدن چون که مادرتون خیلی از بوی سیگار اذیت میشده. میگفت ساعت 2 شب بوده و به درخت نگاه میکردم. میدیدم که یه چیزی دور این درخت میپیچیده، ولی دقیقا نمیدونستم چیه چون که اصلا صورتش معلوم نبوده. پدرم میگفت اون شب کسی رو بیدار نکردم و به هیچ کسی چیزی نگفتم. میگفت خودم با پاهای لرزون نزدیک درخت بزرگ کنار شدم. قسم میخورد بازم میگم قسم میخورد. میگفت موقعی که سرم و نزدیک درخت کنار کردم یه جیغ خیلی وحشتناک از خود درخت در میاد. بابام میگه که اون موقع سنی نداشته و بدو موقعی که این چیزی رو میشنوه سمت اتاق میره و بازم میگفت که من اون شب به هیچ کسی هیچی نگفتم. صبح میشه و پدرم دیر وقت از خواب بیدار میشه. به خواب خیلی عمیقی رفته بوده. یهو صدای جیغ مادرم رو از وسط خود حیاط میشنوه و پدرم میگفت با ترس و وحشت از رخت خوابم پریدم و رفتم سراغ مادرتون. پدرم میگه موقعی که رفتم پیش مادرتون بهش گفتم چرا جیغ میزنی؟ چی شده؟ و مادرم چیزی نمیگفت، فقط به درخت کنار اشاره میکرده. پدرم میگه صحنه‌ای که دیدم هیچ موقع از ذهن و سرم بیرون نمیاد. میدیده که مادرش به صورت خیلی وحشتناکی زیر درخت کنار نشسته و کمرش نصفه شده. بهش گفته که چرا اینجوری شدی؟ مادر بزرگم اصلا نمیتونست حرف بزنه. از مادرم میپرسه. مادرم میگفت که آب گرمی که روی گاز بوده رو روی درخت میریزه و تو همون لحظه همون جا کمرش میشکنه. نمیتونستن مادر بزرگم رو تکون بدن و نمیتونستن اصلا از جاش بلندش کنن. میگفتن جوری به این درخت چسبیده بوده که اصلا نمیتونستن کاری کنن. پدرم میره پیش یه شیخی. شیخ موقعی که میاد این چیزی که میبینه میگه مادر بزرگم روی بچه های جن یا همون روح آب گرم ریخته و در جا کشتششون، به خاطر همین این بلا سرش اومده. شیخ به پدرم میگه که اصلا امیدی نیست که این پیرزن زنده بمونه چون که بچه های جن رو در جا کشته، پس قطعا میمیره. و درست بود حرفش. 2 روز نگذشت و مادر بزرگم فوت کرد. پدرم تا الان میگه من واقعا از ته دلم ناراحتم چون که به کسی چیزی نگفتم. میگفت باید اون موقع من میگفتم که چیزی رو دورور درخت میدیدم. الان من یه سوالی دارم. حالا نمیدونم فکرتون چی بوده در مورد این داستان، شاید بگید دروغ بوده یا حالا هر چی، ولی من یه سوالی ازتون دارم. به نظر شما ممکنه همچین چیزی بیفته؟ چون معمولا من شنیدم درخت کنار خیلی خطرناکه، اونم غروب و شباش، ولی در کل میگن درخت کنار باید اصلا نزدیکش نشیم. حالا اگه شما هم هر درختی دارین
مواظبت کنید. معمولا هر درختی که نه، ولی درخت کنار میگن خیلی بده. خب اگه دوست داشتید حمایت کنید. من ناهید کاروال هستم و کلی داستان‌های واقعی و حقیقی تو این کانال میذارم.